دوستان محترم هواداری کانال، این یکی از معرکه اکوی عبدالمنان است. این یکی از عرفیت هایی که در توی مسجد میگذرد. این هم نانشکنان میگویند که در عرفیت جای ما نانشکنان تو فوت، یعنی تن هیچ کس به دسترخوان نظر نمیکنه، یعنی که هیچ تناول نمیکنه در دسترخوان. تو آمده میپرسن که چی گپ است، گفته این همون پرسنده ها از طرف داماد آمدگی هستن اینجا سوری و میمون میپرسن چون بعد اجازت میتین بعد نانشکنان میشن. اما خیلی نان میشکنن بعد دیگه میتونه که افتتاحی کاری توی عروس دامادی در همین روزها آغاز می‌یابد و همین گونه. سلام علیکم. علیکم السلام. الله. نه گذره. چه تویی؟ نه من نمیتونم نوشتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما را همین عبدالمنان فرستوندن که فرزندتون رو فرزندی قبول کنید. انا پدرش. پدرشون که شما که بودگی جواب خدا خواهد داد. شما خوشی. به شاهدی همین جماعی مسلمین من عربی عبدالمنان قبول کردم. هزار این بود من علاقه نانشکنی سر شدی. این هم خیلی عرفیت هست در همین منطقه ما که وقتی عروس دامادی میکنند پرسکال میکنند و نان میشکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله کوره خیر مورک شما معلومات که اجازت شد برای خوردن. من ماشاءالله خیلی توی های ما آغاز می آورد، یعنی توی های عروس دامادی که عرفیت نانشکنان میگن در جای ما هم خیلی نانشکن میشد که خیلی بعد از آن که میپرسن برای چی اومدن اجازت میدن و نان شکسته چی میگوید و توی خدا خواهد از همین رو سر شد. من اکوی عبدالمنان صاحب توی دعوت کنم اینجا و یک اجازت دادن برای اون که یک نواری هم عرفیت مسجد نشون میتونیم که چگونه است و چی برای شما دوستان که خرسندی اکوی عبدالمنان رو با هم میبینید. زنده سلامت باشن دوستان.
مراد بی من اینجا بیارم موندن گره یک دامی جمعه بر حاجی میشنند همینجا به مرامت هر یک روی میداره دیگه مردم 30 سامون نیست کنم او میرسند چه؟ در ما بکنم خودش 5 سامون خالدی در جمع یا آنانه وقتی که امیوا گیرد گویان که اون وقتی آمینگویی هست شما دید اوجی مهمونا خوش آمدیم خوش آمدیم مهمونا او باید شاید هم درخت میگیره میتن تو خواست باری خوش آمدید مبارک شود کوره خیر لیم خداوند بخت یاد کار کیوه این بود یکی از عنعنه‌های افتتاح توی عروس دامادی در مسجد ما. ویدیو اگر به شما معقول شده باشد حتما در زیر نوار کامنتاری ها و اینچنین لایک ها رو میگذارید. باقی سربلند خانه آباد باشه.